6 ماه پیش زندگی ما برای همیشه تغییر کرد. خیلی وقت نداریم. برو. تمام ارتباط اصلی با سطح از دست رفته. دنیای بیرون دیگه قابل سکونت نیست. بعد از تمام اتفاقایی که افتاده ممکنه همسرم هنوز زنده باشه. ممکنه کسی اون بالا زنده باشه. من تری راجرز کالینزم. دارم دنبال همسرم زاویر میگردم. دارم میام عزیزم. وضعیت اضطراری. من 3 سال گذشته رو توی پناهگاه زیرزمینی سر کردم. وای، پس واقعیه؟ آره، واقعیه. خب چه شکلیه؟ مثل قبله ولی ترسناکتر شده. هرچی بیشتر اون پایین بمونیم صحنه‌های بیشتری خودشونو نمایان میکنن. درباره این پناهگاه یه چیزی هست که کسی نمیدونه. یه چیز خطرناک. بیا بریم همسرمو پیدا کنیم. اینجا مسائل جزئی آدمو به کشتن میدن. آیا داری امنیت این پناهگاهو برای منفعت شخصی خودت به خطر میندازی؟ ما مشکلات بزرگتری داریم. ما میایم داخل. چیزی نمیتونه جلوتو بگیره. بهت قول میدم آدما ساخته شدن که بقا پیدا کنن، که زنده بمونن. من حاضرم برای محافظت از چیزی که ساختم هر کاری لازمه بکنم. راه درازی اومدم که همسرمو پیدا کنم. پس بگین کجاست؟ من یه نقشه دارم به نفع هممونه. مسئله فقط پناهگاه نبوده. بهشت. این برای توه زاویر. اسم کاربریت ایکسه. حالا میخوام با دقت به حرفام گوش کنی. حدود 160 کیلومتری اینجا یه پناهگاه دوم هست، درست زیر فرودگاه دنور. یه کامپیوتر کوانتومی داره که میتونه همه اینا رو متوقف کنه. در واقع قبلا این کارو کرده، همشو متوقف کرده. فقط باید خودتو برسونی اونجا، دستورالعملاشو دنبال کن و برو اونجا. میدونم بار زیادی روی شونه هات میذارم، ولی باور دارم که میتونی تحملش کنی. درخواست زیادیه ولی ازت میخوام بری دنیا رو نجات بدی، مأمور کالینز. چی باعث شده فکر کنی من از پسش برمیام؟